درست وقتی که احساس ناامیدی میکنید، درست وقتی که فکر کنید هیچی دیگه اتفاق خوشایندی نخواهد بود، از یه طرف یه جوری وسائطی شرایطی جور میشه که همه چی برمیگرده. واقعا یه وقتایی آدم در بنبست مطلقه، فکر کنه تمام شد دیگه نمیشه، و اگر تقدیر باشه در اون پناهگاه گم که هیچ کس ازش خبر نداره و هیچ دسترس به هیچی نداری، روزی تو میرسه. درماندگی مطلق، ناگهان دری گشوده میشه، یک سینی پر نان میاد از کنار تو رد بشه و تو برمیداری میخوری. یک روزی یک جایی یه دفعه می اتفاق خوبی برات میفته که حتما ریشش نیکی هست که قبلا به دیگران کرد. این یعنی امیدی که انسان به تعبیر خیلی مشهور به امید زنده است.